امروز میخوایم در مورد چگالی مایع ها با هم آزمایش انجام بدیم. خب عسل، خب مایع ظرفی میریزیم روش. مایع این چه اتفاقی میفته؟ روش میمونه. مایع ظرفی. اینم روغن بچه. بچه. آروم میریزم که خب همونه. دیدی چقدر قشنگ شد. آره. خب حالا میخوایم یه امتحان دیگه کنیم. اینو بنداز داخلش. این چیه جنسش؟ آهن. فلزیه. آهن بنداز. میره ته. رفت ته عسل. این چی؟ ببینیم این ماکارونی شکلیمون ببینیم تا کجا میره. یکم میرسه اصل بیست دیگه اصل نمیتونه بشه. عسل رو رد نمیکنه. دیدی درست گفت. نکرد. اینم بذار من بندازم. اینو بعد با میفته همون رو موها. کجا؟ همین دیدی افتاد همین رو. یکم تو شاخه هوا داره. هواشو پر کنیم ببینیم چی میشه. نه هواشم پر کنیم. نه روی مایع ظرف شد. خب این نشون میده که اجسام چگالی مختلف دارن.